هوش مصنوعی اومده که آدمو لخ میکنه. آره اومده. یه سری پلتفرمه شما میری عکس آپلود میکنی، لباسو تشخیص میده، ورش میداره تو همون استایل یه بدن برنده تحویل میده. متاسفانه مجانی هم هست. ببین این عکس‌ها رو وقتی بهت میده تو چند ثانیه اول جا میخوری، ولی بعدش کاملا مشخصه که دستکاری شده است. از این بابت میگم که وقتی میگم با این عکس‌ها اخاذی میکنن، به نظر من کمی اگزاجره. اما با این سرعتی که هوش مصنوعی داره پیشرفت میکنه، بعید نیست توی آینده خیلی نزدیک این عکس‌ها تبدیل به ویدیو بشه و طرف لیپسینگ شده با صدای همون فرد در آن واحد بتونه صحبت بکنه. اونجاست که ترسناک میشه. حالا چطوری از این حملات و اخاذی ها در امان بمونیم؟ با اینکه اطلاعاتمون رو ببریم بالا، با اینکه این چیزها رو بیشتر با هم دیگه شیر بکنیم. شما وقتی گوشه ذهنت یه همچین چیزی رو شنیده باشه و بدونی، احتمال اینکه شک بکنی بیشتره، پس احتمال اینکه مورد اخاذی قرار بگیری میاد پایین‌تر. کلمه دیلیت